با سلام به هموطنان عزیز، در این پادکست می‌خواهیم با مروری بر مهمترین وقایعی که منجر به انقلاب ضد سلطنتی سال 57 توسط مردم ایران شد، به بررسی زمینه‌ها و علل آن انقلاب مردمی بپردازیم. برای بسیاری از جوانان امروز ممکن است این سوال پیش بیاید که انقلاب ضد سلطنتی در سال 1357 در ایران برای چه بود؟ چه هدفی داشت؟ زمینه و دلایل آن انقلاب چه بود؟ آیا نسلی که انقلاب 57 را آغاز کرد اشتباه نکرد که ایران را از چاله به چاه انداخت؟ زمینه‌های انقلاب ضد سلطنتی که در 22 بهمن سال 1357 به پیروزی رسید، به مبارزات مردم ایران از دوران دکتر مصدق و پس از آن به خصوص مبارزات دهه 40 توسط فرزندان پیشتاز مردم ایران برمیگرده. در یک کلام شاه تمامی راه‌های مبارزه و فعالیت سیاسی مسالمت آمیز رو برای رسیدن به آزادی و دموکراسی بسته بود. با یک نظام دیکتاتوری مطلقه با اهرم‌هایی مثل ساواک تمام آزادی‌ها از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همینطور آزادی احزاب رو به طور کامل از بین برده بود و دستاوردهای انقلاب مشروطه رو نابود کرده بود. در چنین شرایطی بود که سازمان مجاهدین در سال 1344 با استراتژی مبارزه انقلابی علیه دیکتاتوری شاه بنیانگذاری شد و بعدها نیز سازمان چریکای فدایی خلق با استراتژی مشابهی تشکیل شد. در آبان سال 1355 جیمی کارتر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. او با سیاست حقوق بشری خودش از شاه خواست که در اقدامات سرکوبگرانه و به طور خاص شکنجه و اعدام تعدیلی ایجاد کنه. شاه هم که عنصری وابسته به آمریکا بود، برخلاف میل خودش مجبور شد همین کار رو بکنه و به این ترتیب با زمین گذاشتن حربه اعدام و شکنجه طلسم اختناق ترک برداشت و به تدریج پتانسیل انقلابی موجود در جامعه ایران فوران کرد و نهایتاً به سرنگونی شاه منتهی شد. در این دوره ما شاهد بودیم که بیش از 2500 تظاهرات کوچک و بزرگ در شهرهای مختلف و به طور خاص در تهران صورت گرفت. در بیشتر این تظاهرات جوانان روشنفکر دانشجو و دبیرستانی نقش‌های کلیدی رو به عهده داشتند. بازاریان و قشر متوسط و فقیر شهری هم البته شرکت فعال داشتند. مردم خواهان آزادی و استقلال و حاکمیت مردمی بودند. این انقلاب یعنی انقلاب 57 تمام اقشار مردم ایران رو که از رژیم شاه به شدت ناراضی بودند به خیابون‌ها کشید. اونها به طور گسترده علیه دیکتاتوری دستنشانده سلطنتی قیام کردند و در نهایت به سلطنت 57 ساله خاندان پهلوی خاتمه دادند. اما متاسفانه در فقدان یک رهبری ذی صلاح و نیروی پیشتاز که اعضای اون قبلاً توسط رژیم شاه شکنجه یا اعدام شده یا در زندانها بودند، خمینی و دارودستش با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم و همچنین ناآگاهی عمومی نسبت به ویژگی‌های یک حاکمیت دموکراتیک و مردمی اوضاع رو تونست قبضه کنه و به این ترتیب بود که خمینی بعد از بند و بست‌ها و ساخت و پاخت‌هایی که در نوفل و شاتو در پاریس کرد در تهران به زمین نشست. بدون هیچ احساسی همونطور که خودش گفت بر موج شور و تظاهرات و فداکاری مردم سوار شد و رهبری انقلاب رو سرقت کرد. مردم ایران برای او فرش خون گستردند و با چه امید و اعتماد و آرزوهایی به صورت میلیونی به استقبالش رفتند. اما خمینی ضد بشر انقلاب و امید و اعتماد مردم ما رو سرقت کرد و 1000 بار بدتر از شاه زد و کشت و به بند کشید و سوزاند و دزدید و نابود کرد. اما اجازه بدید در این قسمت قبل از بررسی عوامل سقوط شاه و شکلگیری انقلاب سال 57
نگاهی داشته باشیم به مهمترین سرفصل‌های دوران محمد رضا پهلوی و ببینیم چه زمینه‌هایی باعث برانگیختن انقلاب شد. در 3 شهریور سال 1320 در جریان جنگ دوم جهانی قوای انگلستان از جنوب و غرب و نیروهای شوروی از شمال وارد ایران شدند و کشور ما رو به اشغال خودشون درآوردند. رضا شاه که دست نشانده انگلیس بود، با قدرت گرفتن آلمان در اون زمان متمایل به این کشور شده بود و درخواست‌های انگلستان و شوروی یعنی متفقین رو برای اخراج مستشاران آلمانی از ایران و باز کردن راه کمک به شوروی رد کرد. این موضوع بهانه اشغال رو به قوای متفقین داد و نیروهای متفقین در 3 شهریور سال 20 بدون هیچ مقاومتی از سوی ارتش رضاشاه وارد ایران شدند و بیش از پیش معلوم شد که اون قدر قدرتی رضاخان فقط در مقابل ملت بی‌دفاع و مظلوم ایران بود. انگلستان به سادگی رضاشاه را خلع و از کشور اخراج کرد و پسر او محمد رضا شاه رو بر سر کار گذاشتند. سقوط رضا شاه شکافی اساسی در دیکتاتوری سلطنتی ایجاد کرد و باعث شد که ملت ایران فرصتی پیدا کنه برای اینکه برای احقاق حقوق خودش برخیزه. رشد جنبش دموکراتیک ملی بعد از شهریور 20 و مبارزات سالهای 1320 تا 1332 در ایران البته جنبه دفاع از قانون اساسی مشروطه رو داشت. از طرف دیگر شرایط ناشی از جنگ و اشغال کشور مردم ایران رو در شرایط بسیار سخت معیشتی و فقر و قحطی و گرسنگی قرار داده بود. صحنه‌ای که از اون سالها نقل می‌کنند اجساد بیشمار مردمیه که از گرسنگی و بیماری مرده و در کوچه و خیابان افتاده بودند. وضعیت قحطی و گرسنگی باعث شورش‌هایی در نقاط مختلف کشور در سالهای 1321 و 22 و همچنین حمله مردم گرسنه به انبارهای غلات شد. همراه با شیوع گرسنگی انواع بیماری‌ها به خصوص تیفوس هم مردم رو به کام مرگ می‌کشید. برای جلوگیری از شورش نان و پیامدهایی که میتونست هم برای دولت هم برای اون قوای اشغالگر داشته باشه و براشون غیر قابل پیش بینی باشه، نیروهای اشغالگر و دولت دست به کار شدند و با وارد کردن گندم عرضه نان رو تحت کنترل درآوردن. بعد در صحنه سیاسی در این دوره ما شاهد ورود احزاب و شخصیت‌های مختلفی بودیم. از جمله حزب توده ایران در این دوران تشکیل شد. همچنین حزب ایران، فرقه دموکرات آذربایجان، حزب دموکرات کردستان و سرانجام ظهور قدرتمند مصدق در عرصه سیاسی در این دوران صورت گرفت. مهمترین ظهور سیاسی بورژوازی ملی در بازه زمانی 1320 تا 1332 در واقع با ظهور دکتر محمد مصدق بود که ملی شدن صنعت نفت رو در ایران رهبری کرد. هدف این نهضت کوتاه کردن دست بیگانگان از صنعت نفت و به دست گرفتن کنترل اون توسط ایران بود که خودش داستان جداگانه‌ای داره. اما اجازه بدید که به طور خلاصه در اینجا به اون بپردازیم. واقعیت اینه که در تمام دوران سلطنت محمد رضا پهلوی تنها یک نخست وزیر مستقل و آزادیخواه و دموکرات وجود داشت و اون هم مصدق بود. مصدق جنبش ملی شدن نفت رو رهبری کرد و به پیروزی رسوند و در دوره زمامداری خودش این قانون رو به اجرا درآورد. تا اینکه در جریان کودتای 28 مرداد آمریکا، انگلیس و دربار شاه و آخوندهای مرتجع همگی بر سر مصدق ریختند و دولت او رو سرنگون کردند. دولت مصدق سقوط کرد، ولی نام نیک و میراث ترقی خواهانه او چراغ راه جنبش‌های ضد استعماری شد
و نسل‌های انقلابی بعدی به خصوص مجاهدین مبارزه او را در مدار تکامل یافته‌ای ادامه دادند. دکتر محمد مصدق در انقلاب مشروطه به مبارزه روی آورد. توسط محمد علی شاه قاجار به اروپا تبعید شد. در اون فرصت در رشته حقوق در فرانسه درس خوند و دکترا گرفت. ولی تخصص او فقط در حقوق نبود. در امور مالی و اقتصادی ایران هم دانش و صلاحیت عمیقی داشت. در زمانی که زمامداران ایران اصلاً از موضوع نفت و منافع ایران در این زمینه سر در نمی‌آوردند و هیچ اطلاعی نداشتند، دکتر مصدق تمام پرونده نفت رو مو به مو مطالعه کرد و نسبت به منافع و مصالح ملی کشور در صنعت نفت آگاهی عمیقی کسب کرد. با این حال بالاترین تخصص دکتر مصدق مبارزه جویی و سازش ناپذیری و فداکاری در راه آزادی ملت ایران از یوغ وابستگی و عقب ماندگی و استبداد بود. مصدق در دولت مشیرالدوله وزیر عدلیه شد. هنگام کودتای رضاخان او استاندار فارس بود و اولین شخصیت سیاسی بود که با کودتای سید ضیا و رضاخان مخالفت کرد. در مجلس پنجم هم که وارد شد با سلطنت رضاشاه مخالفت کرد. وقتی که با مجلس مؤسسان قلابی و با ارعاب و تهدید داشتن رضاخان رو شاه می‌کردند، در مجلس پنجم فریادهای مصدق علیه این دیکتاتوری مطلقه پیچید که یک کسی در مجلس هم شاه باشه، هم رئیس الوزراء و هم حاکم. اگر اینطور باشه این ارتجاع صرفه، استبداد صرفه. پس چرا خون شهدای آزادی رو بی خود ریختید؟ چرا مردم رو به کشتن دادید؟ میخواستید از روز اول بگویید ما دروغ گفتیم، ما مشروطه نمیخواستیم، ما آزادی نمیخواستیم. یک ملتیست جاهل و با چماق باید آدم شود. بعداً رضا شاه مصدق رو دستگیر کرد و به بیرجند تبعید کرد. بعد از اون در ملک شخصی خودش در احمدآباد نزدیک کرج تحت نظر قرار گرفت. مصدق بعد از شهریور سال 1320 که اوضاع ایران تغییر کرده بود، آزاد شد و در میان استقبال گسترده مردم به تهران برگشت و دوباره به عنوان نماینده اول تهران وارد مجلس شورا شد. اما چه زمانی که مصدق نماینده بود، چه زمانی که خانه نشین بود، در هر حال به طور واقعی در موضع رهبری جامعه ایران قرار داشت. همه از شاه و نخست وزیر و مجلس تا نمایندگان سیاسی شوروی و آمریکا و انگلیس همه او رو به همین چشم نگاه می‌کردند. اجازه بدید اینجا به داستان بهره برداری از نفت در ایران اشاره کنیم و برگردیم به عقب. سال 1287 نخستین چاه در مسجد سلیمان به نفت رسید. سال بعد از اون یعنی 1288 شرکت نفت انگلیس در لندن برای بهره برداری از این منابع تأسیس شد. انگلستان نخستین امتیاز کشف و استخراج نفت رو از شاه قاجار گرفته بود و این حق انحصاری رو در دوره رضا شاه تمدید کرد و همچنان پس از شهریور 20 هم حفظ کرده بود. بعد از شهریور 20 از اونجایی که توازن بین قدرت‌های جهانی تغییر کرده بود و آمریکا و شوروی هم خواهان سهم گرفتن از نفت ایران بودند، مصدق با پیش گرفتن سیاست موازنه منفی، یعنی دادن امتیاز نفت به شوروی و یا به غرب، راه هر گونه مذاکره درباره دادن امتیاز نفت به قدرت‌های خارجی رو بست. در 29 اسفند سال 1329 ملی شدن صنعت نفت رو مصدق در مجلس به تصویب رسوند و این طرح تبدیل به قانون شد. در اردیبهشت سال 1330 دولت ملی مصدق تشکیل شد
و برنامه اعلام شده مصدق به عنوان نخست وزیر اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود. هدف مصدق تمرکز مبارزه روی تضاد اصلی مرحله، یعنی عقب راندن دولت انگلستان از نفت ایران و ملی کردن عملی صنعت نفت بود. اما شاه که دست نشانده دولت انگلیس بود، انواع دستاندازها رو در مقابل مصدق ایجاد کرد تا اینکه سرانجام با کودتای 28 مرداد مصدق رو دستگیر و به زندان انداخت و در واقع راه رو برای برنامه‌ها و کارهای خودش باز کرد. کودتای 28 مرداد با طراحی سازمان سیا در همکاری با سازمان اطلاعاتی انگلستان و از طریق ارتش شاه و با کمک اوباش شهری اجرایی شد. با سقوط مصدق نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران شکست خورد و در واقع این یک برگ ننگین دیگری از کارنامه خیانت‌های پهلوی‌ها به ایران بود. اما بعد از انجام کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی مصدق، او را دستگیر کردند و به زندان بردند. رژیم شاه برای او یک دادگاهی تشکیل داد تا به این ترتیب مصدق رو به لحاظ سیاسی به خیال خودش از بین ببره. اما مصدق دادگاه رو به صحنه پافشاری بر صحت مسیر پیمودش برای ملی کردن صنعت نفت تبدیل کرد. شاه می‌خواست با به تسلیم کشوندن مصدق دستاوردهای نهضت ملی تا اون مقطع رو زیر سوال ببره و از طرف دیگه راه رو برای واگذاری نفت به انگلستان و سایر طرفهای بین‌المللی باز کنه و مهمتر از همه گرد یأس و ناامیدی رو از طریق به تسلیم و ضعف کشوندن پیشوای نهضت ملی در جامعه بپراکنه. در برابر این توطئه مصدق در تمام طول دادگاه بر سر موضع خودش در دفاع از استقلال آزادی ایران و صحت مسیر پیموده شده و ضرورت استمرار اون باقی ماند و گفت من هر چه کردم از نظر ایمان و عقیده‌ای بود که به آزادی و استقلال مملکت داشتم و حکم محکومیتی که در این دادگاه صادر بشه تاج افتخاری است که بر تارک سر قرار می‌دهم. دوستان عزیز، اولین قسمت این پادکست در اینجا به پایان میرسه. پیروز باشید.